رجب 4 ماه هست که خداوند او را در بین 12 ماه حرام اعلان کردگی است. مقصد از حرام چیه؟ قابل حرمت ها. هر کسی اگر گناه در هر دیگر ماه ها کنه یک عذابش نویسند. کسی گناه در ماه های حرام میکنه، ذوالقعده و ذوالحجه، محرم، بعد از او رجب، کسی در این ماه ها گناه میکنه گناه او را از 70 تا 700 درجه میبرند. برای چی؟ مهمانی خدا را پامال کرده. یا مهمان بیاید به حرمتیش کنی چقدر آدم خجالت میشه. این ماه ها ماه های خدا است که زن در بیت المقدس هر روز وظیفش انا همین بود است که 12,000 مراتبه قل هو الله را در ماه رجب میخونده. خوب زنای به دیانت بدیان 12,000 مراتبه قل هو الله احد میخونده در ماه رجب. و کانت وظیفش این بوده که یک لباس مخصوصی پشمی میپوسید، رنگ نمدباری، لباس عبادتی میپوشیده. فی رجب کلیه، در همه رجب. فمریضت، کسل شد. و اوصت الی ابنها، بچه‌ش خیرات کرد و وصیت کرد به ان یدفنها مع صوفها. بو نشو من کفن پوشونی، من انمی لباسم قدی گور میکنی، من انمی لباس پشمینیه که در ماه رجب میپوشیدم همین قدی گور میکنی. اما بچه‌ش میگه وصیت مادرش اجرا نکرد. فکفنها، کفنش کرد بثیاب مرتفعه، و یک لباس بلند مرتبه سفید کفنش کرد. فرآها فی منامه، در خوابش دیدش. بچهش مادرش بعدی در گور ماندن گفت ایت من راضی نیستم بچم وصیت عملی نکردی، ما روزیگیر ایت گرفتیم راضی نیستم بچم. خیست میگه و حیران شد که چیکار کنم. در حال آمد میگه و چیکار کرد، حیران شد. قبر نبش کرد کافت که در این حالت هیچ کس نیست در گور، در لحد کسی نیست که امجد اقلا کفن مونا برامده روا. آمدید که هیچ کس نیست، همون لباسی عبادت زده مادرش آورده. در این حالت دید، حیران شد، از وهم و ترس میگه گور پوشاندنی شد، بجا که تیز میگه گور محکم کردنی شد. فسمع ندای، از صدای فهمید درون لحد اما علمت انا من اتانا فی رجب لا نترکو فی القبر فردا وحیدا. بفهم ای جوان بگو به مردم کسی ما را در ماه رجب اطاعت و بندگی کرد ما او را با جسدش میبریم، ما او را تنها نمیمونیم، او را با جسدش میبریم. این میگه در همین زمین قدس شریف این ماجرا را میگه غزالی آورده که بزرگا دیدیم. برای همین این ماها برادرها به خودش فضیلت داره، ساعتها به خودش فضیلت داره. میگه مادرش ندید، برای چه همین خلاف است. ان ثوبان روایت میکنه میگه کنا نمشی مع النبی صلی الله علیه و سلم فمررنا بمقبرتین. حضرت ثوبان روایت میکنه که همراه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به یک قبرستانی میگذشتیم، پیغمبر استاد. بعد از او بکا شدیدا، سخت رسول الله گیره کرد. بعد از او گو ای ثوبان، این مردم در قبراشون در گرفته استیان، این مردم در گوراشون سوخته استیان. من دعا کردم خدا عذاب از گوراشون گرفت. معلومه اگه گوری مسلمان ها بوده است. بعد از او میگه گو ای ثوبان، اگر لو صام هؤلاء، همین مردمی که گوراشون سوخته است، یک روز رجب روزه میگرفتن، یک شوش نماز میخواندن، خدا اینها در عذابی گور حلال میکرد. یعنی که کسی که اگر یک روز رجب اگر روزه میگیره و شوش نماز میخوان، خدا قبر اینها در فتنه نمیآورد. اکنون رجب، روزه و رجب شب دعاش فهمیدین چی بوده؟ این دارو، این یک تیراک، این یک آب نجات برای عذاب قبر بوده است. فریق ما نمیدونیم اگر گرده چی گفته، سبوک میکرده اونجا را. فقلت یا رسول الله، ای فرستاده خدا، یک روز روزه، یک شب عذاب قبر من میکنه؟ بله ای ثوبان، والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به نام آن خدایی که منو به پیغمبری دعوت کرده، ما من مسلم ولا مسلمت، هر مسلمان مرد و مسلمان زن
یصوم یوما من رجب، یک روز رجب روزه گیره، یک شوش خیز به خاطر خدا نماز خانه، پروردگار این شب و این روز او را برای او شفا و دوری از عذابی گور در قبر میگرداند. این حدیث امام سیوطی روایت کرده است. از ابو دردا روایت آمدگی بود است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بودند کسی که اگر یک روز رجب روزه گیر از روی اخلاص و شهر الله بدنش، پروردگار او را 1 سال روزه نفلگیر می نویسند. و کان له بصوم کل یوم مثل ذلك، اگر هر روز روزه گیرم، زیرا که رجب روز هست که اگر شما در این روز روزه میگیره از آسمان ندای ما می آمده است: ابشریا ولی الله بی کرامت العظما، ما تو را بشارت میتیم، رحمت میتیم، تو یک بزرگترین حرمت داری نزد پروردگار ده. و سقاه الله عند موته شربتا فیموت ریام، اگر تو وقتی مردی هیچ محل دهنی تو تشنه نمیمونه وقتی مردن ده، و زبانی تو دهنی تو از آب ریان نوشیده میشود، در قبر تو ریان آورده میشود، از قبر تو بوی ریان میبراید. اگر تو مردی به همین عمل، جای تو جنتی هست که نام او ریان است. چگونه که روزگیرها میدرویند، روزگیرهایی که در ماه شریف رمضان روزه میگرفتند، اینها هم همچنین، زیرا این که رجب شهر الله است، دم به دم بیایند. شعبان این ماه رسول خدا است، رمضان ماه امت رسول اکرم است، بین که دم به دم همشون چخل می بیایند. برای همین این روزا را غنیمت دانیم، از دست ندهیم. این روزا را غنیمت دانیم، از دست ندهیم. اینا که بالای سر ما آمده ایستاده است. یکی از زمانها رجب است. حسن بصری گفته است که رجب این ماه هست که در این شما تخم میکارید. شعبان ماه هست که در او آبش میته و آب و تابش میته، کلانش میکنی خیرمندانه. رمضان ماه هست که این تخم میدروی و شما ذخیره میکنی. من برای ما و شما ماه رجب 4 روز بعد، روز 31 بعد نماز عصر میدروید. ان ابی سعید الخدری، ابی سعید الخدری روایت کرده حدیث، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر خدا این حدیث گفتند، گفت حدیث در فضیلت آوردیم: الا ان رجبا شهر الله الاعظم، آگاه باشد امتی من، آگاه باشد رجب این ماه خدا های، نام این ماه خاموشی های. خدا کار مندازی، گنگ مندازی اکنون، کاری ای شنیدنی گناه، گنگی از گفتنی گناه. اگه خدا با کاری گنگی مندازی. فمن صام من رجب یوما ایمانا و احتسابا استوجب رضوان الله اکبر، هر کسی یک روز رجب با ایمان و اخلاص روزه میگرفته، پروردگار او را در فضل خودش میپیچونده. و اطفأ غضب الرحمن، این ماهی هست که غضب خدا آرام میشه در این ماه. و اغلق علیه بابا من ابواب نیران، دروازه های دوزخ یکش در این ماه بسته میشده است. و من صام یومین لم یصفه الواصفون من اهل السماوات والارض، اگر کسی 2 روز رجب روزه گیره، ثواب این 2 روزه نه اهل آسمان وصف کرده میتونه نه اهل زمین وصف کرده نمیتونه. میگه چرا؟ این ماه حرام است، این یکی از ماه های قابل حرمت است. لما له عند الله من الكرامه، این آدم نزد خدا بسیار عزت و کرامت دارد. و کتب الله له صوم الفی یوم، خداوند که هر روز رجب برابر دی، 2 روز رجب برابر دی 2000 سال روزه نفل می نویسه ثوابش. مثلا مناوی روایت کرده که هر روز رجب، یعنی از قول تابعین آورده است، هر روز رجب ثوابش برابر دی 1000 سال روزه نفل ثوابش. و من صام 3 ایام، کسی 3 روز اگر روزه گیره رجب، جعل الله بینه و بین النار حجابا طوله مسیرة 70 سنه، خداوند بین این روزه رجب گیر و بین دوزخ پرده میمانده که درازی این پرده 70,000 سال بوده است. یعنی که رجب چقدر فضیلتش بلنده. خدا رحمت کنند پیشتره کمپیر و مصفیده را رجب و شعبان و رمضان روزه میگرفتن.
چقدر اینقدر حرمت ها نسبت این ماه ها داشتن. چرا؟ تیاری به ماه شریف رمضان. قال و من صام 4 ایام، هر کسی اگر 4 روز رجب روزه گیره خداوند از تمام بلاها محفوظش میکرده است. و من الجنون، یکم از دیوانگی خدا حفظش میکرده. و من الجزام، از کسل پیسی، جزام کسل مقصد جزام برس، هرچند کسل پوستی میشود. و ذات الجم، خداوند از فتنه همسایه ها نگهبانش میشنه. و من فتنه مسیح دجال دعا میکرده است، خداوند از فتنه های دجال نگهبانش میشنه است. و من صام 7 ایام، اگر هر کسی 7 روز رجب غیرت کرده روزه گیره، اغلقت علیه 7 ابواب جهنم، خدا 7 در جهنم درآمدنش را حفظ میکرده است. و من صام 8 ایام فتحت له 8 ابواب الجنه یدخل من ایها شاء، اگر کسی 8 روز این ماه حرام روزه گیره خداوند درآمدن از 8 در جنت نصیبش میکرده است. و من صام 15 یوما، هر کس 15 روز روزه گیره پروردگار نیکی ها بدی هاش به نیکی مبدل میگرده است. و نادا مناد من السما، یک ندای در شبهای رجب از آسمان می آمد است که گناهات بخشیده شد ای عبادت کننده در رجب، عملهات همش نو کرده شد، هر چیزی که کردی خدا در فردا دو چنش میگیری. حدیث آورده بودند در فضائل ابن حجر من حدیث روایت کرده بود است که قول آثار تابعین و آثار صحابه. و روی النبی صلی الله علیه و سلم، از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت بوده است ان شهر رجب عظیم، ماه رجب یک نامش عظیم بوده. نام رجب یکتش چی بوده است؟ عظیم. من صام منه یوما، کسی یک روز روزه میگیره پروردگار برای او 1000 سال روزه نفل می‌نویسد. یعنی کسی یک روزی او را روزه میگیره، نه فقط روزه نفلی، روزه فرض نیست. این روزش هم برادرها واجب و فرض نیست، این سنت است. و روی عن نبی صلی الله علیه و سلم، ای روایت بوده جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حدیث ابن حجر آورده بوده است اکرموا رجبا یکرمکم الله بألف کرامت یوم القیامه، کسی رجب حرمت کنه خدا 1000 حرمت در روز قیامتش میکرده، برای که مهمون خدا است. این ماه حرامه و منها 4 حرم، قرآن میگه از بین 12 تا ماه من این 4 ماه برای شما قابل حرمت قرار دادم، این مهمان خدا آمده است. یقال الرجب اسم نهر فی الجنه، رجب ماه دریای در جنت بوده است. امام غزالی آورده است که رجب نام دریای در جنت بوده است. ماؤها اشد بیاضا من اللبن، آب شیر سفیدتر از شیر بوده است. و احلا من العسل، ای عسل شیرین بوده. و ابرد من الثلج، از یخ و ترمه های دنیا سلقین بوده. لا یشرب منها الا من صام من رجب، هیچ کس اجازت نوشیدن از این دریا نداشته است مگر کسی یک روز رجب روزه گیره. یک روز رجب روزه گیره. قال رسول صلی الله علیه و سلم، حدیث ابن حجر آورده است من صام 3 ایام من اول رجب، کسی 3 روز اول رجب روزه گیره و 3 ایام من اوسطه، 3 روز بین شگیره و 3 من آخره، 3 روز آخر شگیره، خداوند گناههای او را میبخشه اگر این گناهاش به اندازه کفکای دریا هم باشه. و بنی له 1000 مدینه من در یاقوتین، خداوند 1000 قصر از در یاقوت در جنت توفش میکرده است. و کتب له عباده، برای عبادت می نویسانده است. و صیام نهاریها و قیام لیالیها، روزاش اگر روزه گیره شباش نماز خونه، این مکافات جنت شد. برای چی؟ برای آنکه این ماه حرامه، این ماه خدا حرمت کرده. و منها 4 حرم،
حتی علما میگن که شعائر الله های، علامت های بزرگ خدا های. یکی از علامت های بزرگ صفا و مروه های، یکی از علامت های عبادت بزرگی خدا این 4 تا ماه حرام های. یکتاش رجب بود است. و حکی روایت بود است که ان امرأة ببیت المقدس کان تقرأ كل یوم من الرجب 12 قل هو الله احد. حکایت بود است که زن در بیت المقدس که امروز در دست این جانورای وحشی پروردگار را به حق این عبادت کننده ها و به حق این مسلمان ها و به حق این مظلومین و به حق تمام عالم اسلام بیچاره و کمبغلاش که دعاها در نزد قبولن، ظالما ظلم دارن و مظلوما خدا این بیت المقدس از دست این آزاد کرد.